بیش از 25000 اتباع افغانستانی از استان البرز ایران گرفتار و به سمت افغانستان رد و مرز شدند. با سلام وقت بخیر، من صفی هستم و برنامه ما رو از طریق کانال یوتیوب افغان نیوز بیننده هستید. ایران میگوید که بیش از 25000 اتباع افغانستانی در یک عملیات ضربتی از استان البرز گرفتار و به کشور خود رد و مرز شدند. منابع محلی میگوید که این عملیات در حال صورت گرفته که بیش از 180000 اتباع افغانستانی در استان البرز زندگی میکنند. کسایی که مدرک هویتی ندارند جاش در استان البرز نخواهد بود. این نه تنها در استان البرز بلکه خیلی شهرهای تهران همچین عملیات ضربتی صورت گرفته است. بیش از 25000 تبعه غیر مجاز از البرز بازگشت داده شدند. مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری البرز گفت از ابتدای امسال تا کنون 25400 تبعه خارجی غیر مجاز به کشورشان بازگشت داده شدند و این روند تا پایان سال ادامه دارد. به گفته آقای دهقانشیری در حال حاضر حدود 180000 نفر اتباع مجاز در البرز ساکن هستند که همگی آنها کارت آمایش، گذرنامه خانوادگی و کارت سرشماری دارند. در 3 ماه گذشته 8 کارگاه فنی و حرفه‌ای برای توانمندسازی شغلی اتباع خارجی تجهیز شده است و حدود 6000 نفر از اتباع مجاز آسیب پذیر زیر پوشش بیمه سلامت قرار گرفتند. طرح طرد اتباع خارجی غیر مجاز در استان تهران در حال اجراست و به گفته مدیر کل اتباع خارجی و امور مهاجرین استانداری تهران تا خروج و طرد در سطح استان تهران و شهرستان‌های این استان ادامه خواهد داشت. طرف دیگه گفته می شود که این طرح عملیات ضربتی در شهرستان شهریار برای گرفتاری اتباع افغانستانی از اول سال شروع شده و تا پایان سال ادامه خواهد داشت. شهرستان شهریار ششمین مقصد طرح ضربتی دستگیری اتباع غیر مجاز در تهران. فرمانداری شهرستان شهریار با توجه به تأکیداتی که استانداری و وزارت کشور داشته موضوع طرد اتباع غیر مجاز رو در دستور کار خودش قرار داده. تمام ارکان حاضر در شهرستان رو در خصوص طرد اتباع غیر مجاز بسیج کرده و انشالله ما تا حضور آخرین اتباع غیر مجاز در شهرستان اقدامات خودمون رو در خصوص طرد اتباع غیر مجاز انجام خواهیم داد که با همراهی مسئولین استان تهران و شهرستان شهریار صورت گرفت. خط قرمز استان تهران در مواجهه با اتباع خارجی غیر مجاز هست که تا آخرین نفر اتباع خارجی غیر مجاز به صورت کرامتمندانه و با قاطعیت با اونها برخورد و به کشور خودشون برگشت داده خواهند شد. کارفرمایان دارای نیروی کار اتباع غیر مجاز جریمه خواهند شد. کارفرمایانی که اتباع غیر مجاز فاقد کارت به کار بگیرن 5 برابر حداقل دستمزد روزانه کارگر ایرانی جریمه میشن. به کارگیری مشدد اونا جریمه‌شون غیر مجاز بعد از شناسایی به اردوگاه‌های مراقبتی سطح استان منتقل خواهند شد. بچه‌ای که کسگیری کردن گرفتن، با خاطر اون دفعه دوم گرفتم دیگه با خاطر اردوگاه اونجا معلوم میشه. باشه. اعتماد تمام. این پاسپورت من دادم مدارک کار برای من میدن. من کار چی گذرنامه است؟ کارت بود. خب همین دیگه چیز کردن. در این طرح ضربتی تعداد طرد و بازگشت اتباع غیر مجاز نسبت به 4 ماه اول سال گذشته 4 برابر افزایش